سلام بینندگان ارجمند، امروز جمعه 4 آگوست است و من خیرمان بقازاده و همکارانم شما را به دیدن نشر امروزه برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی دعوت میکنیم. توجه کنید به عنوان موضوعهای برنامه. جستجوی جسد شهرت اسمت الله ادامه دارد. در این بین گروه‌های نجات جسدهای را پیدا کردند که قبلا در رود ورزاب به نام و نشان شده بودند. رئیس شهری استرافشان ادعا دارد که سبب جنجال ساکنان دهه لکت با میلیسه ها سرکشی یک جوان از دعوت به ارتش بوده است. 3 نفر در حبس قرار دارند، 2 نفر با نظرداشت نواراندن از جای زیست و رسوی نزدیک کلنامه سود شهر قبول میشد و پرواز از نتیجهش آگاه میشد. حکومت امریکا به مبلغ 4.5 میلیون دلار به شبکه‌های برق تاجیکستان کمک فنی رسانید. باز یک بار هزار رحمت برای کاری شما. پرزیدنت امامعلی رحمان گفت تاجیکستان با نظرداشت ذخیره‌های بوی گیدر انرژتیکی خود هدف گذاشته است استحصال انرژی سبز را رواج بخشد و در این زمینه به همکاری با کشورهای منطقه آماده است. این نکته را رهبری تاجیکستان در ملاقات امروزش با سران ازبکستان و ترکمنستان شوکت میرزیویف و سردار بردی محمدov در شهر اشخاباد بیان کرد. ملاقات سه‌گانه این رهبران حادثه کم نظیر است. ناظران احتمال بررسی مسائل بین المللی در قبال جنگ ادامه یابنده روسیه علیه اوکراین را از احتمال دور نمی‌دانند. تفصیلات ملاقات پرزیدنت تاجیکستان با رهبران ازبکستان و ترکمنستان را در سامانه رادیوی آزادی بخوانید. نجات بخشان تاجیک میگویند با گذشت 1.5 ماه از ناپدید شوی شهرت اسمت الله معاون رئیس اوریون بانک نشانه از او پیدا نشده است و آنها جستجو را در آبهای جمهوری ادامه دارند. بنا به خلاصه های تفتیشات تا این لحظه جنایتکاران او را ربوده بعد شکنجه و کشتار در دریا پرتافتند. تا کجا این فرضیه نهایی است معلوم نیست. جزئیات دیگری پرونده جستجوی اسمت الله آشکار نمی شود. اسکندر فیروز و شهلای عبدالله گزارش میدهند. با گذشت 1.5 ماه ناپدید شدن شهرت اسمت الله معاون اول رئیس اوریون بانک هنوز جسد او را پیدا نکردند. در نشست خبری کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان مسئولین توضیح دادند که گروه نجات بخشان از محل بازار کوشانیان تا نخب استقلال و از آنجا تا مرکز ناحیه عینی و تا مرز ازبکستان جسد را جستجو دارند. سطح آب، سرعت آب نهایت بلند است. بعد آب صاف نیازرش. همون جایی که ما با نشان دادن اونجا تماما بسیار دشوار گذراندنی کارهای کوفتکاوی که ما کار کرده استیم. یک جایی با خیشان همون چیز شخصانی که حاضر گوشرگی، یک جایی با دیگر تشکیلات و یک جایی با کارمندان وزارت کارهای داخلی کار برده استادیم. مقامات به گونه مثال تاکید نمودند که افرادی که قبل از شهرت غرق شده بودند از دریا یافتند. با این دلیل باور دارند که او را نیز پیدا خواهند کرد. گنرال نظرزاده شرح داد که شب گذشته جسدی را از رودخانه بیرون برآورده به نزدیکانش دادند که چند ماه پیش غرق شده بود. می‌یابیم. بازی با مقامات داخلدار کار برده استودیا انیختر جوش اگر گابزن بسیار معلوم شد. با اطلاع مقامات تاجیکستان شهرت اسمت الله معاون اول رئیس اوریون بانک روز 23 ایون امسال ربوده شده بر اثر شکنجه جان داده است. دادستانی کل میگوید جسد اسمت الله به دریا پرتافته شده است. در پیوند به مرگ او مقامات چند نفر را دستگیر و چند نفر را گمان بر اعلام کرده بعضی را در بیرون از کشور میجویند. در حالی که جستجوی جسد اسمت الله ادامه دارد، خبر نجات انسان از آبهای دریا در جنوب تاجیکستان خود نجات بخشان را هم شاد کرد. در حادثه دیروزه زنی را از قصد خودکشی گردانیدند و معلوم شد او مادر 6 فرزند بوده است. بی‌وفایی همسر را این زن سبب دلسرد شدنش از زندگی نامید. در حالی که پیش راه فاجعه سنگین گرفته شد و حالا با این زن متخصصان کار میکنند، واقعیت تلخ این است که در تاجیکستان سال 10 زنان و دختران دیگر قصد جان خود میکنند. محمود جان رحمتزاده گزارش میدهد. در واکنشی سریع به یک حادثه دلخراش، نجات بخشان ماهر در شهر نارک زنی را که قصد خودکشی داشت با موفقیت نجات داده اند.
این رویداد پس از نصف روزی 3 آگوست زمانی رخ داد که زن 40 ساله از دهه بولیان بالای ناحیه دنغره به قصد خودکشی خود را به دریای وخش پرتاب کرد. با اقدامات سریع امدادگران این زن از آب زنده بیرون کشیده شد. مقامات نورک گفتند که این زن که مادر 6 فرزند است در حال حاضر تحت حمایت و مشاوره روانشناسان و کارمندان پلیس قرار دارد. روزی پیش از نصف روزی یک نفر زن همجا پرتن گرفتن شد رفته گرفتن خوشبختانه زنده مونده. در مصاحبه اولیه که توسط بخش کار با زنان انجام شد دلیل اقدامات ناامیدانه خود را همسر داشتن شوهرش عنوان کرده است. مقامات این پرونده را جدی میگیرند و در بخش کار با زنان گفتند الکی با این زن صحبت و فهماندهی گذرانده شده است. در یک حالت هیجان راستگی بودم پیش از اومدن شما بودم 1 ساعت پیش بود هم شعبه کارهای داخلی آوردن صحبت کردن یعنی حالت کمتر در یک حالت هیجان گرفتار میشد. 1 هفته قبل شهر نورک با یک حادثه نگران کننده دیگر روبرو شد که جسدی بجان یک زن 22 ساله را در آغل خانه‌اش آویزان پیدا کردند. مقامات شهر نورک گفتند که سبب مرگ خیرنیسا حیدرова ساکن دهه لنگر از سوی مقامات با جدیت بررسی می شود. شهر نورک در جنوب تاجیکستان در کرانه دریای وخش قرار دارد. این شهر شاهد حادثه هایی بوده است که زنها به این شیوه دست به جان خود زده اند. بر اساس آمار رسمی در کشور در 1.5 سال گذشته 430 مورد خودکشی و اقدام به خودکشی ثبت شده است. در این میان 208 نفر زنانی بودند که به اصطلاح مردمی از زندگی بیزار شده خودکشی کرده اند و یا خواسته اند خود را بکشند. محمود جان رحمتزاده، آزادی، شهر نورک. مقامات شهر استرافشان بعد 2 ماه جنجال ساکنان دهه لکت با ماموران میلیسا حادثه را به طور رسمی شرح دادند. ادهم مامورزاده شهردار استرافشان در نشست خبریش گفت که دعوای میلیساها و ساکنان روستا به دعوت بهاری جوانان به صف ارتش ربط دارد، ولی ساکنان دهه میگویند تلاش دست درازی خادمان میلیسا به دختری از این دهه سبب اساسی سر زدن ماجرا شد. فرزان محمدی از شهر استرافشان گزارش میدهد. ادهم مامورزاده شهردار استرافشان در نشست خبریش بازداشت جنجال برانگیز گروهی از ساکنان را توضیح داد و گفته او مسئله به سرکشی جوانی از خدمت حربی ربط دارد. قبلا وزارت کارهای داخلی اظهار داشت که کارمندانش پی تحقیق یک خبر فوری به زمینهای خواجگی دهقانی دهه لکت در شهر استرافشان رفتند. معرکه مهمی سیاسی دعوت به صف قوای مسلح بود. نفری که دعوتنامه گرفت لیکن در مهلتی وقت معین شده در کمیسریت حربی حاضر نشد و مقامات یوزی حقوق نماینده‌شان توسط شخصان علاقه کاربری کردن، سراغ را معین کردن در مورد گرفتن همون دعوت شونده که دعوتنامه داشته به جای دعوت شده حاضر نشده بود. در همین مورد نافهمی میان ساکنان و کارمندان مقامات یوزی حقوق به میان آمد. روز 2 ایول ریاست وزارت کارهای داخلی با نشر گزارش رسمی گفته بود که گروه از ساکنان دهه لکت را با سبب لطوکوب و مانع شدن به کار کارمندان میلیسا بازداشت کردند. در گزارش دقیق نگفتند که بحث و جنجال ساکنان با ماموران میلیسا بر چی سر زد و پس از چند ساعت نوا را از شبکه‌های اجتماعی پاک کردند. برای تحقیق موضوع خبرنگار رادیو آزادی به جای حادثه رفت و با برخی از شاهدان آن صحبت کرد. یک خانواده در این دهه ادعا نمود که چند مأمور میلیسا دختر نابالغ آنها را مجبوری به ماشین بار کرده پیشنهادهای گوناگون دادند و سبب ماجرا هم همین بوده است. مقامات آن وقت عمک دختر و چند ساکن دهه را با خود بردند. پس از نشر این گزارش در رسانه‌ها پیوندان دختر نابالغ در شهر استرافشان گفتند که مقامات به جای رسیدن به داد آنها برعکس فشار آوردند که چرا با روزنامه‌نگاران صحبت نمودند. در حالی که نقل‌ها گوناگونند و هر دو طرف به حق بودن و جبر دیده بودن خود پای فشاری دارند، وزارت 1 ماه پیش اعلام کرد که نسبت به 9 نفر بر اساس اوباشی و استفاده زور نسبت به نماینده حاکمیت پرونده جنایی و علیه 18 کس به اتهام میده اوباشی پرونده مأموری گشودند. ولی شهرداری میگوید حالا برخی بازداشت شده ها رها گردیدند. 3 نفر در حبس قرار دارند، 2 نفر با نظرداشت نوارامدن از جای زیست و روزهای نزدیک کارنامه سود شهر قبول میشد و کارا از نتیجهش آگاه میشد. در بین بازداشت شده ها مدیر یک مکتب میانه شهر استرافشان هم بود. مقامات او را به یاری دادن به همدهگان متهم کردند.
حالا خانواده رحمتوفا به اتهام دست‌درازی به دختر نابالغشان علیه 3 کارمند میلیسه شهر استرافشان به مقامات مراجعت کردند. پخش این نوار در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های زیاد را به میان آورد. برخی ها گفتند اگر ساکنان استرافشان را برای حمله به کارمندان پلیس بازداشت کردند، باید اعمال میلیسه ها هم تحقیق و محاکمه شود. فرزا محمدی، رادیو آزادی، شهر استرافشان. ایالات متحده آمریکا به تاجیکستان ده‌ها عدد تجهیزات ترانسفورماتوری تقدیم نمود که ارزش عمومیش 4.5 میلیون دلار میباشد. مراسم تقدیم این یاری‌ها امروز در دوشنبه با اشتراک سفیر آمریکا مانوئل میکالر و وزیر انرژتیکا و ذخیره‌های آبی تاجیکستان دلیر جمعه برپا شد. همکارم امیر ایسویف گزارش می‌دهد. در مراسم ویژه‌ای که در دوشنبه برگزار شد، جمعیت سهامی شبکه‌های انتقال برق 59 کانتینر تجهیزات را دریافت کرد که سخاوتمندانه از طریق همکاری حکومت تاجیکستان و ایالات متحده آمریکا تهیه شده بود. این ابتکار تحت سرپرستی یوساید راه‌اندازی شد که مبلغ کمک 4.5 میلیون دلار است. باز یک بار هزار رحمت برای کاری شما. این وسایل ضروری شامل ترانسفورماتورها، реакторها، балонҳои аз газ изоляция шуда ва ғайра таҷҳизоти муҳим дар зеристгоҳҳои калидӣ насб хоҳанд шуд. ин талафоти фанниро коҳиш медиҳад, таъмини устувор ва боэътимоди нерӯи барқро дар саросари кишвар таъмин мекунад. ин дастгоҳ таҷҳизоте ки ба мо ворид карда шуд, мо зеристгоҳи барқӣ масалан сохта ба истифода медиҳем ва серборие ки дар зеристгоҳи барқӣ ки атрофи шаҳри душанберо ва шаҳри душанберо бо барқ таъмин менамояд, ин камбудӣ бартараф карда мешавад, яъне сарборӣ бартараф карда мешавад. таҷҳизоти воридшуда барои таҷдиди артерияҳои узвҳои низоми энергетикӣ ки ҳанӯз аз солҳои 60-уми асри гузашта фарсудаву корношуам шуданд, равона карда мешаванд. асосан онҳо барои ҷамъияти саҳомии шабакаҳои интиқоли барқ истифода шаванд ва чизе ки дар боло гуфтем, барои ҳам таҷдиди зеристгоҳҳо ва иншоотҳои мавҷуда ва бунёди инфраструктураи нав, зеристгоҳҳои нав истифода карда мешавад. ман ҳамеша бармегардам ба ниёзи асосӣ, чизҳои ба монанди об, чӣ тавре ки мегӯянд об ҳаёт аст ва ҳамчунин барқи пешрафти иқтисодиётро таъмин мекунад. бинобар ин мо ин ниёзи асосиро бояд дарк кунем. ифтихормандам ки ин иқдом бо ҳамкорӣ бо ҳукумат ва мардуми тоҷикистон дар самти интиқоли барқи ниёзҳои мардуми тоҷикро қонеъ хоҳанд кард, анҷом шудааст. Electricity transmission and supply that will provide for the needs of the Tajik people. таъмини ин таҷҳизоти барқӣ як қадами муҳиме дар самти ноил шудан ба бахши устувори бештари энергетикӣ дар Тоҷикистон аст. ин амр ба афзоиши амнияти энергетикӣ дар иқтисод кӯмак мекунад. و یک خبر سعید محمد اودینایف اکادمیک و یک دانشمند شناخته علوم دقیق در سن 81 سالگی در دوشنبه درگذشت. اودینایف عضو پیوسته اکادمی علم‌های تاجیکستان فعالیت خود را از کار در کافدره فیزیکای نظریوی آغاز کرده بود. در وظیفه‌های دیرکتوری پژوهشگاه فیزیک و تکنیکی به نام عمرف، رکتور دانشگاه تکنیکی و هم رکتور دانشگاه ملی تاجیکستان کار کرده است. و سپاس که ما را همراهی کردید. خبرهای از این بیشتر را از سامانه رادیوی آزادی و صحیفه های ما در فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام و یوتیوب ادناکلاسنیکی پیدا کنید. خدا نگهبان.